شما در حال تماشای اولین کلیپ از کانال یوتیوب لیستنتر هستید. تو این کانال قرار وحید آقا برامون در مورد زالو درمانی، پرورش زالو و چه خاصیت‌های این جراح کوچیک طبیعت داره برامون صحبت کنیم. خوشحال میشم کانالمون رو سابسکرایب کنین، به دوستانتون معرفی کنین تا حمایتی از ما بشه. مرسی. زالوها موجودات خارق‌العاده و منحصر به فردی در دنیای طبیعت و زیست شناسی هستند. این معجزه طبیعت دارای بدنی دراز و کشیده و نرم هستش و فاقد زوایای حرکتی مانند دست و پا هستند که در زمانهای باستان نظر افراد خیلی مهمی را جلب کردند، از جمله ابوعلی سینا. زالوها خونخواران نرمتنی هستند و غالبا در آبهای شیعه مراکز زندگی می‌کنند. در حال حاضر 1200 نوع از زالوها شناخته شده است. پیدایش زالو به دوران باستان برمیگردد، جایی که انسان‌ها متوجه خواص درمانی آن شدند. در تاریخ پزشکی افراد مهمی چون ابوعلی سینا تاثیر مثبتی از زالو را در درمان بیماری‌ها ذکر کردند. زالو به عنوان یک موجود منحصر به فرد در پزشکی سنتی ایران شناخته می‌شود. این معجزه طبیعت در دنیا به 3 دسته تقسیم می‌شوند: زالوهای سمی، غیر سمی و طبی. زالوهای سمی اکثرا در اروپا زیست می‌شوند. داخل ایران اصلا نداریم از این زالوها. زالوهای غیر سمی خطر جانی برای انسان ندارن، ولی خب در طبابت هم استفاده نمیشه ازشون. و اما زالوهای طبی که به 3 دسته تقسیم می‌شوند که 2 نوع آن بومی ایران بوده، مدیسینالیست و آرنتیالیست، که از محبوب ترین زالوهای دنیا هستند. و زالوی وربانا که در آذربایجان زندگی می‌کنند. این جراح کوچک طبیعت دارای ساختاری خاص هستند که به آنها اجازه می‌دهند تا به بدن موجود دیگر بچسبند و خون آنها را بمکند. آنها از طریق مکیدن خون یا سایر مایعات بدن موجودات دیگر تغذیه می‌کنند. برخی گونه‌های زالو خونخوار هستند و برخی دیگر از شکار بیمورگان کوچک یا مواد عالی تجزیه شده تغذیه می‌کنند. بدن زالو به 2 قسمت جلویی و عقبی تقسیم می‌شود. قسمت جلویی به صورت مکشدار و دارای دهانی با 3 فک بوده که هر فک دارای 100 دندان که به آسانی پوست میزبان را سوراخ کرده و به خون دسترسی پیدا می‌کنند. و قسمت عقبی به صورت بادکش عمل کرده و به حرکت و چسبیدن زالو کمک می‌کند. با پیشرفت علم برای مدت بسیار زیادی استفاده از این معجزه طبیعت تا وحید آقا رفت من این نکته توضیح بدم. با پیشرفت علم و علم وقتی یکم پیشرفت کرد کلا مردم زالو رو گذاشتن کنار، گفتن بابا چین چندشاوره. یکم که علم پیشرفت کرد با جراحی‌های میکروسکوپی و چیزی که به وجود اومد. چی می‌خواید شما؟ بفرمایید آقا. با پیشرفت علم استفاده از این معجزه طبیعت به فراموشی سپرده شد، به طوری که استفاده از اون کاری زشت و مسخره به نظر می رسید. اما این طرز تفکر طولی نکشید تا سال 1980 به بعد. در جراحی‌های ترمیمی و میکروسکوپی پزشکان به یک مشکل بزرگ برخوردند و آن تجمل و لخته شدن خون و ایجاد التهاب در جراحی‌ها. آنها به دنبال راهی برای برطرف کردن این مشکل بودند و در اینجا بود که زالوها به روی کار آمدند. حال امروزه مراکز درمانی علمی و تحقیقاتی بسیاری در سراسر دنیا مختص به زالوها تأسیس شده است. ایالات متحده در سال 2004 استفاده از زالو را به عنوان یک ابزار درمانی مورد تایید و تصویب قرار داد. امروزه مراکز زیادی در سراسر جهان به تولید و پرورش زالو می‌پردازند و زالو را به عنوان یک اقتصاد غیر نفتی ارزشمند می‌شناسند. به طور کلی زالو نه تنها از نظر اکولوژیکی اهمیت دارد، بلکه از نظر پزشکی موضوعی جالب و قابل مطالعه برای پژوهشگران و زیستشناسان است. ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. منتظر کلیپ‌های بعدی ما هم باشید. سید اطلاعات خوبی در مورد زالو داره. اگه میخواین از این جراح کوچک طبیعت اطلاعات خوبی به دست بیارین، کانال ما رو سابسکرایب کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید. پشیمون نمیشید. مرسی.